بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. درود شريف. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. اونچه که در آیات گذشته و آیات اول این سوره مبارکه خواندیم و خدمت شما عرض شد، خلاصش این بود که در این سوره بخش بزرگی از آیات این سوره متوجه اشکالاتی هست که اهل کتاب مطرح می کردن، اشکالاتی که بالخصوص مسیحیانی از منطقه نجران آمده بودند خدمت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و اونها اون اشکالات را مطرح می کردند. عمده اشکالات و عمده اختلاف بین ما مسلمانان و بین ادیان دیگر بر مسئله توحید است، بر مسئله یکتاپرستی است. ما معتقدیم و الله عزوجل به همه انبیا همین گفته که لا اله الا هو یا لا اله الا الله، هیچ ذاتی لایق عبادت نیست، لایق الوهیت نیست که اله و معبود بشه بجز الله. اما بقیه ادیان انسانهای مقدس را، انسانهای خوب را، انسانهای صالح را مثل انبیا، اولیاء، فرشتگان، اونها را به عنوان اله و به عنوان معبود می شناختند. مثلا عیسی علیه السلام را اله می دانستند، می گفتند ان الله ثالث ثلاثه، از ستات خدا سومی هست. مسیحیان می گفتند خدا سومین خدا هست، دو خدای دیگه هست، یکی جبرائیل امینه، یکی عیسی هست. یا اینکه بعضی می گفتند
مریم هست، مادر عیسی. الله عزوجل در این آیه که ما امشب آغاز کردیم یک شهادت و گواهی را بیان می‌فرماید. این آیه هست که در این آیه شهادت خداست، شهادت ملائکه هست، شهادت اهل علم هست. این آیه را اگر شما یاد کنید خیلی مختصر است، حفظش بکنید، اول و آخرش توحید است و به این شهادت اقرار کنید، همیشه بعد از نماز بخوانید، بالخصوص شبها بعد از نماز عشاء و وتر. بسیار فضیلت داره. در یک روایتی هست، روایت را تفسیر ابن کثیر آورده که خدای تعالی در روز قیامت میگه که بنده من با من یک تعهدی دارد، یک عهد و پیمانی بسته و من ذاتی هستم که از همه بیشتر به وعده خودم وفا میکنم، لذا این بنده من را به بهشت ببرید. بنده که این خوانده، بنده که شهادت داده به یگانگی خدای عزوجل، به الوهیت خدای عزوجل. لذا این آیه هست شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. که بعضی از علما میگویند با توجه به مفهوم آیه مستحب این است وقتی ما این آیه را میخوانیم بگوییم و انا اشهد بذلک، یعنی خدا گواهی میدهد، ملائکه گواهی میدهند، اهل علم هم گواهی میدهند، منم گواهی میدهم که لا اله الا هو. لذا الله عزوجل میفرماید شهد الله، الله گواهی میدهد. گواهی خدا بسه. به چی گواهی میدهد؟ انه لا اله الا هو، این که نیست هیچ معبودی بجز الله، معبودی دیگری لایق عبادت، نه نبی، نه فرشته، نه جنی، نه انسی، هیچ کسی لایق عبادت نیست. و این خلاصه دین اسلام است. بعد از این میخوانیم درباره دین اسلام. و خدا گواهی میدهد و الملائکه، ملائکه هم گواهی میدهند، و اولو العلم، و اهل علم هم گواهی میدهند، کسانی که واقعا علم دارند، علم پخته‌ای دارند، علم راسخی دارند، علم صحیح و ثابتی دارند، اونها هم گواهی میدهند. کسانی که انحراف داشته باشند، کجروی داشته باشند، گمراهی داشته باشند، ولو اینکه خودشون را اهل علم بدانند، اونها گواهی نمیدهند، اونها غیر خدا را هم خدا میدونند. اما اهل علم واقعی، این فضیلتی هست برای اهل علمی که اهل علم اهل توحید باشند، در کنار خدا و در کنار ملائکه به عنوان شاهدند. چه فضیلت بزرگی هست، در ردیف شاهدان توحید قرار گرفتند. اینها گواهی میدهند و اولو العلم قائما بالقسط، در حالی که اینها این گواهی بر اساس چی هست؟ بر اساس عدالت است، بر اساس انصاف است. بعضی میگن قائما بالقسط متعلق به الله است. الله گواهی میده در حالی که الله عزوجل عدل میگوید، ملائکه همچنین، اهل علم همچنین. یعنی حق همین است، عدل همین است، انصاف هم همین است. گواهی میدهند که هیچ معبودی نیست. در آخر دوباره الله تکرار میفرماید لا اله الا هو. وقتی که اینا گواهی میدن پس ثابت میشه که نیست هیچ معبودی بجز او، اون ذاتی که العزیز الحکیم، هم غالب است هم با حکمت است، هم غالب است هم با حکمت است. هیچ کسی مثل الله عزوجل عزیز و حکیم نیست. بقیه همه محتاج خدا هستند، بقیه همه مغلوبند، بقیه قدرتی ندارند. شما در قرآن بخوانید بهترین بندگان خدا انبیا هستند.
ولی انبیا قدرتی نداشتن، در هر مشکلی، در هر مخمسه‌ای خدا را صدا میزدن، خدای تو به ما برس، خدای تو کمک کن. موسی دعا میکنه، دعای موسی هست. نوح علیه السلام دعا کرد، ابراهیم علیه السلام دعا کرد. همه انبیا، بعضی حتی خودشون مشکل داشتن، مریضی داشتن، بعضی فرزند اولاد نداشتن، از خدا اولاد خواستن، از خدا شفا خواستن، از خدا غلبه بر دشمن خواستن. همه ضعیف بودند، خدا قویه، خدا غالبه. پس وقتی که انبیا عزیز نیستند، غالب نیستند، قوی نیستند، دیگران جای خود دارند، اولیاء جای خود دارند. به این خاطر الله می فرماید اون ذاتی که غالب هم هست و تمام کارهایش همراه با حکمت است، اون ذات منم. به جز من شما کسی را فریاد نزنید. معنیش همینه، از کسی نطلبید، از کسی نخواهید، کسی را عبادت نکنید، در مقابل کسی دیگه کرنش نکنید، خم نشید، سجده نکنید. و بعد الله عزوجل همین مطلب توحیدی که اینجا خواندیم با تعبیر دیگه اینجا میفهمه ان الدین عند الله الاسلام، همان دین پسندیده، دین مرضی نزد الله عزوجل اسلام است. اسلام هم یعنی توحید، اسلام یعنی عبادت را خالص برای خدا انجام دادن، اسلام هم یعنی تسلیم یک رب شدن، فقط تسلیم اون بشیم. ما مسلم هستیم، مسلم یعنی تسلیم پروردگار. و این نکته را خدمت شما عرض کنم که اسلام دین همه انبیا بوده، همه انبیا اسلام بودند، مسلم بودند. نسبت ها را بعدا مردم دادن، یهودی، نصرانی. الله عزوجل درباره سیدنا ابراهیم میفرماید ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما، یکسو بود و مسلم بود، یعنی اسلام داشت، دین اسلام داشت. و ما کان من المشرکین، اسلام معنیش همینه، و ما کان من المشرکین، مشرک نبود. عزیزان، دین اسلام یعنی دین توحید، اسلام یعنی شرک نکردن. معنا نداره کسی خودش را اهل اسلام بداند و شرک بکند، این اسلام نیست. اسلام اینه که در اون دین هیچ شرکی نباشد، هیچ عبادتی برای غیر خدا انجام نگیرد، نه عبادت زبانی، نه عبادت جسمی و بدنی، نه عبادت مالی. و عرض کردم دین همه انبیا همین بوده. الله عزوجل درباره نوح میفرماید، آیات زیادی هست که همه انبیا اهل اسلام بودند. نوح علیه السلام میفرماید فان تولیتم فما سألتكم من اجر، ای قوم من اگر شما پشت بدید من که از شما نخواستم اجری، این اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین، اجر من بر الله است و من از سوی الله دستور دارم که مسلم باشم، تسلیم خدا باشم، یعنی بر دین اسلام باشم. دین نوح علیه السلام اسلام بود، دین ابراهیم و اسماعیل اسلام بود. ربنا واجعلنا مسلمین لک، بار اله هر دو ما را دو تا مسلم برای خودت، یعنی دو بنده ای که تسلیم تو بشیم، دو بنده ای که فقط تو را عبادت کنیم. و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، و ذریه و نسل ما از اونها هم یک جماعتی، یک گروهی که مسلم باشد، تسلیم تو بشن. حضرت ابراهیم عرض کردم دینش اسلام بود، اسماعیل اسلام بود، نوح اسلام بود، یعقوب هم اسلام بود. یعقوب که جد بنی اسرائیل هست، بنی اسرائیل که خودشون را یهود میگوین. الله میفرماید و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب، ابراهیم و یعقوب هر دو فرزندانش را به همین توصیه کردند. یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین، ای فرزندان من خدا برای شما دین را برگزیده. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ببینید که طوری از این دنیا
بروید، از این دنیا بمیرید و از این دنیا رخت سفر بر ببندید که مسلمان باشید. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لوط علیه السلام را وقتی که الله نجات داد و بقیه قوم را هلاک کرد، الله می فرماید فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. هر کسی که مؤمن بود نجات دادیم، فقط فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یک اهل بیت از مسلمان، همون اهل بیت که مسلم بودند، اهل اسلام بودند، خانواده لوط بودند. عیسی علیه السلام هم به حواریون میگه واشهد بأننا مسلمون. حواریون به عیسی میگن ای عیسی تو گواه باش که ما هم مثل تو تسلیمیم. پس این دین اسلام یعنی تسلیم شدن برای یک خدا، یعنی شرک نکردن، یعنی عبادت ها را خالص برای الله انجام دادن. این دین همه انبیا هست. این یهودیت و نصرانیت اینا اسمایی هستند که بعدا مردم برای خودشون گذاشتن. الان یهود که خودشون را یهود میگن، بعد میگن نسبت به یهودا است، فرزند حضرت یعقوب، بعض میگن اسم کوی بود به اون نسبت میدهن. علی ای حال اصل همه ادیان گذشته دین اسلام بوده و دین اصلی هم دین اسلام و دین هم اسلام یعنی توحید. اسلام یعنی در عبادات کسی را با خدا شریک نسازی. لذا الله می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین مرضی، دین پسندیده، دین محبوب نزد الله عزوجل اسلام هست، از صدر تا آخر همین یک دین، چون در اصول همه مشترکند. حالا سوال میشه، سوالی که آیه با ادامه آیه او را جواب میده. سوال اینجاست که وقتی که دین همه انبیا اسلام بوده، یعنی توحید، یک تاپرستی، برای یک الله عبادت کردن، برای یک الله سجده و کرنش کردن، پس چرا در همه ادیان ما میبینیم شرک هست؟ در یک دینی دوتا خداست، در یک دینی سه تا خداست، در یک دینی بیشتر از اینها است. اینها چرا هست؟ الله میفرماید اینها علمای سو بودند، علمای دین فروش، علمایی که طالب دنیا بودند، به خاطر متاع دنیا، به خاطر لذات دنیا، به خاطر منافع دنیوی خودشون از خود تراشیدند، از خود درست کردند. و الا در کتابهای آسمانی، در تمام کتابها همین اسلام، همین توحید، همین یکتاپرستی. الله می فرماید و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا، اختلاف نکردند کسانی که کتاب داده شدند، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه علم پیششون آمد. یعنی علم آمد، علم داشتن، دیده دانسته اختلاف کردن، نه اینکه از روی نادانی، از روی جهل نیست. پس همیشه مقصر گمراهی کی هست؟ علمای سو، علمای دین فروش، علمای گمراه و گمراه کننده. امروز اگر در دنیا خیلی از انسانها سرگردانند و بر مسیر یکتاپرستی، بر مسیر توحید قرار نمیگیرند، هم به خاطر همین علمای سو هست که مردم را خودشون میدانند، علم دارند، قرآن را بلدند، ولی مردم را به سوی غیر الله پرستی دعوت میدهند، مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت نمیدهند. الله میفرماید اختلاف نکردند، تفرقه ایجاد نکردند، چند دستگی درست نکردند اهل کتاب، مگر بعد از این که علم پیششان آمد. یعنی علم داشتند و اختلاف درست کردند. چرا؟ دلیلش چیه؟ بغیم بینهم، بغیم بینهم یعنی حسدا بینهم، به خاطر حسادت، به خاطر اختلاف و بغض و عداوت با اهل حق، با اهل حق، با اهل توحید، با اهل دین، با دعوتگران حسادت و عداوت داشتند، لذا اختلاف درست کردن. مسیری که انبیا بردن گفتن نه، غیر از این مسیر دیگه. مسیری که دعوتگران توحید بردند گفتن نه، این مسیر نه، مسیر انحرافی، مسیر کج. لذا الله عزوجل اینها را تهدید میکنه
کسی که راه این علماء سوء را بگیرد، راه خرافه و شرک اونها را ادامه بدهد. و من یکفر بآیات الله، هر کسی که نسبت به آیات الهی کفر بکند، فإن الله سریع الحساب، همانا الله زود حساب گیرنده است. خدا زود به حسابش میرسه، زود مؤاخذهش میکنه. فإن حاجوك فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعن. حال دستور میده به پیامبر خودش بعد از اینکه حق واضح شد، بعد از اینکه حق روشن شد، باز هم اگر با تو بحث بکنند، با تو جدل بکنند، با تو اختلاف بکنند، درگیر بشند، ای پیامبر محبوب من، فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعن، بگو من محمد صلی الله علیه و سلم خودم را تسلیم کردم برای الله. اسلمت وجهی لله یعنی همون اسلام. من فقط یک خدا را قبول دارم، من خودم را، ذاتم را، شخصم را تسلیم یک رب قرار دادم. و من اتبعن، و هر کسی که مرا پیروی می کند او هم تسلیم یک رب است، بغیر از یک رب از کسی دیگه حرف شنوی ندارد. و به شما اهل کتاب میگویم، چون اینجا روی سخن اهل کتاب بودن، بیشتر مسیحیان بودن، به شما میگویم و همچنین به شما عموم مردم، عوام مشرکین مکه مراد هستند، به شما میگویم و قل للذین اوتوا الکتاب، بگو به کسانی که کتاب داده شدند، چه یهود چه نصارا، والامیین، و همچنین به این امیین بی سوادها و ناخوانها بگو اسلمتم، آیا شما هم تسلیم میشید یا نه؟ این به صورت استفهام سوال است، اما اهل تفسیر نوشتین امره، یعنی شما هم تسلیم بشید. بعضی وقتا انسان یک کسی را دستور میده به صورت استفهام. شما به فرزندت خودت میگه در را میبندی یا نه؟ یعنی ببند، سوال میکنی ولی مقصد ببنده. اینجا هم همینه، تسلیم میشی یا نه؟ یعنی تسلیم شوید، شما هم تسلیم یک رب بشید، شما هم غیر از اون رب از کسی دیگه حرف شنوی داشته نباش. الله میفرماید فإن اسلموا، اگر اینها تسلیم شدند و اینها اطاعت کردند، فقد اهتدوا، هدایت شدند، راه هدایت را دریافتند، پیدا کردند. اما و این تولوا، اگر پشت دادند، اگر روی برگرداندند، ای پیامبر من تو نگران نباش، فانما علیک البلاغ، وظیفه تو چی هست؟ رساندن، پیام رسانی، جزئی نیست که بر تو هست، پیام رسانی، حق را به اونها رساندن، بعد از اون برای خدا بگذار. والله بصیر بالعباد، خداوند نسبت به بندگان خودش خوب بینا هست، خوب میشناسه، بصیر هست، ظاهر و باطنشون را میداند. خدا خودش با اونها رفتار میکند. حال الله عزوجل اشاره میفرماید به اون جزای اعمالشون، چون عرض کردم مخاطب اینجا بیشتر اهل کتاب بودن. اهل کتاب در طول تاریخ جنایات زیادی انجام داده بودن. از سیاه ترین جنایات اونها چی بود؟ شهادت انبیا، کشتن انبیا، انبیا را شهید کرده بودن. لذا الله عزوجل میفرماید اگر اینها تسلیم نشدند، اگر اینها اطاعت نکردند، پس اینها را خوشخبری به عذاب بده. این آیه بعدی تخویف است، تهدید است. الله میفرماید ان الذين يكفرون بآیات الله، همانا اونهایی که کفر میکنند به آیات الهی، قرآن را قبول ندارند، و یقتلون النبیین بغیر حق، و میکشند انبیا را بنا حق میکشند. خب این مخاطبین که نکشته بودن، پدران اینها کشته بودن، ولی اینها اونها را تایید میکردن. اینها بر مسلک همون پدران خودشون بودن، پس گویا اینها هم شریک هستند.
و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و همچنین میکشند کسانی را که امر میکنن به انصاف. امر به انصاف یعنی امر به توحید. انصاف همون توحیده، عدالت توحیده. من الناس از مردم، مردمی که دعوت به انصاف میدهند، دعوت به توحید میدهند، دعوت به یکتاپرستی میدن، اونها را میکشند، اونها را شهید میکنند. اهل توحید را، اهل ایمان را، کسانی که این کارها را میکنند، الله میفرماید فبشرهم بعذاب علیم، اینها را مژده بده، خوشخبری بده به عذاب دردناک، عذابی که دلشون هم به درد بیاد. سوال اینجاست که اینهایی که این کارها را میکنن اگر اعمال نیکی داشته باشند، اعمال خوبی داشته باشند، اون اعمالشون به حساب نمیاد؟ الله میفرماید نه، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اینها کسانی هستند که برباد شده، ضایع شده اعمالشان در دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت. خب اعمال کفار در آخرت مشخصه. قرآن فرموده والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، کسانی که کفر کردن اعمالشون مثل سرابی هست در یک میدان، در یک صحرا، که کسی که تشنه هست فکر میکنه آب اونجا میره، آب نیست، از تشنگی میمیرد. یعنی اینا فکر میکنه عمل دارن، قیامت میروند، در قیامت اعمالشون برای اونها دستگیر نمیشه، بالاخره به عذاب گرفتار میشن. اما در دنیا چگونه؟ در دنیا اهل تفسیر گفتند که اونطوری که بقیه اهل ایمان در حفاظت هستند، محفوظند، مسونند، مالشون، جانشون، عرض و آبرویشون، ناموسشون، هیچ کسی اجازه نداره به اونها تعرض بکنه. اینها نه، باید با اینها جنگید، باید اینها را از بین برد. چرا؟ اینها انبیا را قتل کردند، اینها کفر کردند، اینها اهل توحید را کشتند. لذا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اینها کسانی هستند که اعمالشون ضایع و برباد شده در دنیا و آخرت. و ما لهم من ناصرین، و برای اینها هیچ یاورانی نیست، هیچ کسی اینها را یاری نمی کند، اینها را نصرت نمی کند. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید این آیه درباره بعضی از یهودی ها هست که یهودی ها به پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند که شما به چه دلیل پیامبر خدا هستید؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که من کتاب خدا را با خودم آوردم که این کتاب خدا مطابق تورات هست، بیایید ما بر اساس تورات فیصله بکنیم، بیایید بر اساس قرآن فیصله بکنیم، بیایید ببینید آیات اینها را با هم دیگه تطبیق میدیم. اصل تورات و اصل انجیل، اونی که دست نخورده، اونی که دستکاری نشده، اونی که تحریف نشده، در همین راسته یک توحید و یک تاپرستی هست، رد شرک است، رد کفر است. پیغمبر اونها را دعوت داد که بیان فیصله بکنن بر اساس کتاب خدا، اینها ترسیدن، عقب نشینی کردند. مسیحیان نجران را، مسیحیانی که آمده بودند، هم پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دعوت داد بیایید کتاب را بین خودمان داور قرار بدیم، اما اونها عقب نشینی کردند. الله می فرماید الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیا دیدی اونهایی را که بخشی از کتاب داده شدند، یعنی علم کمی از کتاب به اونها داده شد. یدعون الی کتاب الله، فرا خوانده میشوند به سوی کتاب الله، که بیایید به سوی کتاب خدا. چرا؟ لیحکم بینهم، تا کتاب خدا بینشان فیصله بکند. ثم یتولا فریق منهم، سپس پشت میده، اعراض میکنه گروهی از اونها، و هم معرضون، در حالی که اعراض کننده، یعنی پا به فرار میگذارند. میدونند
که اگر تورات را بیارن و قرآن را بیارن اینها مثل هم هستند، در یک مسیر هستند. یکی از دلائل، ببینید این مریضی هایی که در یهودی ها هست متاسفانه در بعضی از مسلمانان ما هم هست، همین که انسان مغرور باشد به پشتش، مغرور باشد به آبا و اجدادش، مغرور باشد به پدرانش. یهود فکر میکردن که خب ما از فرزندان سیدنا یعقوب هستیم، اولاد موسی و هارون هستیم، اولاد انبیا هستیم، 4000 پیغمبر بوده در پشت اونها، خدا ما را چطور عذاب میده؟ اونها مغرور بودن به اون پشت خودشون و میگفتن هر کسی که یهودی باشد او به جهنم نمیره، فقط چند روز میره، همون چند روزی که پدران ما گوساله را پرستیدند، همون چند روز. این نوع تفکرات خام و تفکرات باطل در ذهنشون جایگزین شده بود. به همین دلیل بود که اینها ایمان نمی آوردند، از ایمان فرار می کردند. الله می فرماید این اعراض اونها، این رویگردانی اونها به چه سبب بود؟ ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. این به سبب این هست که آنها میگفتن هرگز به ما آتش نمیرسد مگر ایام معینی، ایام معدودی، ایام مشخصی، همون ایامی که پدران ما اشتباه کردند. الله عز وجل می فرماید و غرهم فی دینهم ما كانوا یفترون. در دین اونها را فریب داد، اون افترایی و اون دروغهایی که اونها میبستند درست میکردند. متاسفانه همیشه این نوع دروغها انسانها را تنبل میکند، انسانها را بیدین میکند. در خیلی از ادیان همین نوع دروغها هست که انسان هیچ عملی نکند، پشتش گرم باشد به جد و امجدش. انسان هیچ کاری نکند، فقط سال یک بار فلان کار را بکند. اینا افترا هستند، اینا دروغ هستند. بارها خدمت شما عرض کردم که در دین مسیحیان این هست که شما پیروان مسیح هر چی که شما انجام میدید شما آزاد هستید. کفاره گناهان شما را حضرت عیسی کشیده، علیاذ بالله. همین که عیسی رنج کشیده، عیسی بدار زده شده طبق اعتقاد اونها. این کفاره گناهان هر چی مسیحی است مردم را فریب میدن، میگه هر کسی آمد و عیسی را قبول کرد، پیرو دین عیسی شد، دیگه هر چی میکند آزاده. فقط سال یک بار میگویند همون روز ولادت عیسی وارد کلیسا بشید، در روز کریسمس به اصطلاح وارد کلیسا بشید، اونجا حضوری پیدا بکنید، چند دلاری اونجا بدید خرج کنید، دیگه بعد از او آزاد هستی، هر جنایت و فسادی میکنی برو بکن تو بخشیده میشی. اینطور مردم را گمراه میکنند. و این را خدمت شما عرض بکنم درد هست که گاهی در میان ما هم خرافاتی میاد، ما مسلمانان را هم فریب میدهند. این در واقع از اونجا گرفته شده. میگویند که هر چی گناه میکنی بکن، فقط فلان ایام این کارها را بکن. این درست نیست. مثلا به بعضی گفته میشه که در ایام شهادت سیدنا حسین رضی الله تعالی که این ایام است، اشک بریزید، این اشک شما کفاره گناهان تمام سال شما میشه. اینطور نیست که انسان در طول سال هر چی دلش میخواد بکند. اون مسئله فقهی و مسئله اختلافی جای خود، ولی این یک نوع فریب هست. حتی علمای همون مذهب این را قبول ندارن که هر چی دلت میخواد بکنه، فقط همین روزها بیا گریه بکن.
نباید مردم را فریب داد، نباید مردم را تنبل کرد از عمل کردن. ما تا آخرین لحظات حیات باید پایبند دستور خدا باشیم، خلاف نکنیم، نماز بخونیم. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم تا آخرین روزهای حیات، حتی زمانی که به مسجد نمیتونست بره، 2 نفر او را میگرفتند، 2 از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، و آن حضرت پاهایش روی زمین کش میخورد و به مسجد میرفت. پیامبری با اون جلالت، با اون عظمت، با اون بزرگی، سید اولاد آدم، لذا نباید چیزی ما را در دین فریب بده که ما بگیم هر چی دلمون میخواد بکنیم، ولی به خاطر فلان عمل، به خاطر فلان نسبت، به خاطر فلان دیدگاه ما بخشیده میشیم. نه، الله عزوجل درباره اینها میگوید و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. در دین اونها را فریب داد. اون چیزی که ملاهایشون درست میکردند، دروغهایی که ملاهایشون میبافتند، میگفتند شما بخشوده شده هستید چون شما پیروی موسایید، چون شما پیروی عیسایید، چون اجداد شما انبیا هستند. اگر شما را به جهنم ببره همون چند روزی که پدران شما گوساله پرستیدند و بس. الله عزوجل می فرماید اینطور نیست. حقیقت چیه؟ فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه. الله می فرماید چگونه خواهد بود حال اونها، یعنی چه حال بدی خواهند داشت، چه حال زاری خواهند داشت، چه حال وحشتناکی خواهند داشت. اذا جمعناهم، زمانی که ما اونها را جمع میکنیم، لیوم لا ریب فیه، برای اون روزی که هیچ شکی در وقوع اون روز نیست، یعنی روز قیامت. وقتی که جمعشون میکنیم چه حالت وحشتناکی دارن، چقدر عرصه بر اونها تنگ میشه. و وفیت کل نفس ما کسبت، و به صورت کامل داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده، یعنی با هر نفسی به صورت کمال بر اساس اعمال اون برخورد میشه، دریافت میکنه هر نفسی اون چه که کسب کرده. اگر خوب کسب کرده، خوب عمل کرده، خوب دریافت میکنه. اگر بد عمل کرده، عذاب را دریافت میکنه. و هم لا یظلمون، این نفس ها بر اونها هیچ ظلمی نمیشه، مورد ظلم واقع نمیشوند. الله عزوجل با اونها بر اساس عمل کردشون برخورد میکنه. علی ای حال، این خرافات از یهودیت و از مسیحیت و از ادیان منسوخه گذشته آمده که انسان فکر بکند اگر این عمل را، چرا بعضی اعمال برای ما خیلی فضیلت دارند، لیلة القدر خیر من 1000 شهر، به اندازه 1000 ماه فضیلت داره، ولی معنیش این نیست که دیگه انسان دیگه نماز نخونه، همون یک شب نماز بخونه. معنیش این نیست که همون 10 شب را عبادت بکنه دیگه طول سال عبادت نکنه. نه، اونها برای این است که خدا جایگاه را بالاتر ببره، انسان را برتر قرار بده، به انسان فضیلت بده. اما اعمال را واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، رب را تا دم موت، تا لحظات مرگ باید عبادت کرد. الله عزوجل به همه ما فهم صحیح و درک درستی عنایت بفرماید. بله، تقاضای دعا شده برای مریض ها، زندانی ها. بعضی ها نوشتن که زندانی های ما بلا تکلیف هستند، جوانی سرطان داره، نوشته تقاضای دعا شده. برای بی اولادان، برای همه دعا بفرمایید. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا رب پروردگارا ایمان ما را، اعمال ما را، کردار ما را، تقوا و خدا ترسی ما را مطابق این آیات زیبا قرار بده. پروردگارا به ما توفیق بده که ما زندگی خودمون را هماهنگ بکنیم با دستورات تو، طبق دستورات تو عمل بکنیم، طبق فرمان تو ایمان داشته باشیم، طبق فرمان تو اعمال و اخلاق داشته باشیم. پروردگارا ما را از زیغ و کجی و از انحراف و از گناه و از معصیت حفاظت بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. اله العالمین یا رب العالمین بر ما لطف بفرما، بر ما ترحم بفرما. پروردگار مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات عزیزان ما را حل بفرما. مریضان را و این جوانی که اینجا نوشتن که قطع امید شده از اون، پروردگار عافیت کامل و سلامتی کامل نصیب بفرما. زندانیانی که بلا تکلیف هستند وسیله آزادیشون را فراهم بفرما. بی اولادان را اولاد عنایت بفرما. مشکل داران مشکلشون را حل بفرما. پروردگار هر بنده تو هر حاجتی دارد، هر خواسته در دل دارد، هر تمنایی در قلب دارد. ای ذاتی که از قلبها آگاه هستی و با خبر هستی، همه حاجات را برآورده بفرما، همه مشکلات را حل بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك.